Tomcat Media. جی ایروسپیس قرارداد فرعی کلیدی را به عنوان بخشی از تیم بل تکسترون اینک به دست آورده است تا اویونیک‌های پیشرفته را برای هواپیمای تهاجمی دوربرد آینده ارتش آمریکا فلرا توسعه دهد. این اعلامیه پس از تایید اخیر بل مبنی بر تصویب نقطه عطف بی توسط ارتش انجام شد که پروژه را به فاز توسعه مهندسی و تولید EMD منتقل کرد. این نقطه عطف نشان دهنده اطمینان به بلوغ طراحی هواپیما و زیر سیستم‌های ضروری آن است. بلوی خط تیر 280 و الر که به عنوان پلتفرم برنامه فلرا انتخاب شده، اویونیک‌های پیشرفته جی ایروسپیس و چارچوب دیجیتال را یکپارچه خواهد کرد. این فناوری پیچیده امکان اشتراک گذاری داده‌ها در زمان واقعی، نگهداری پیشبینانه و ارتقای سیستم‌ها را فراهم می‌کند و انطباق با نیازهای در حال تحول ماموریت را تضمین می‌کند. فلرا سنگ بنای استراتژی نوسازی گسترده‌تر بالابر عمودی آینده FBL ارتش است که هدف آن جایگزینی پلتفرم‌های هلیکوپتر قدیمی با هواپیماهای نسل بعدی با سرعت بالاتر، برد گسترده‌تر، بقای برتر و یکپارچگی دیجیتال پیشرفته است. این برنامه در نهایت UH خط تیر 60 لک هوک را که با وجود دهه‌ها خدمت قابل اعتماد به محدودیت‌های توسعه‌ای خود رسیده کنار خواهد گذاشت. فلرا از ابتدا برای پاسخگویی به نیازهای سناریوهای رزمی آینده طراحی شده و بر چابکی عملیاتی و قابلیت همکاری فناوری تاکید دارد. بلوی خط تیر 280 و الر یک هواپیمای تیلتروتور نسل بعدی قابلیت‌های بالابر عمودی را با سرعت و کارایی طراحی بال ثابت ترکیب می‌کند. این هواپیما که قادر به دستیابی به سرعت بیش از 280 گره در پرواز است، تقریباً 2 برابر سرعت بلک هوک، دارای شعاع عملیاتی بیش از 500 مایل دریایی بدون سوختگیری است. این برد و سرعت گسترده‌تر امکان پاسخگویی سریعتر در تئاترهای عملیاتی وسیع حتی در محیط‌های مورد مناقشه را فراهم می‌کند. جزء محوری نقش جی ایروسپیس در این برنامه توسعه ستون فقرات دیجیتال است. یک سیستم معماری باز ماژول آر با سرعت بالا که از یکپارچگی سریع فناوری‌های نوظهور پشتیبانی می‌کند. ستون فقرات دیجیتال در تصمیم ارتش برای پیشبرد برنامه فلرا به نقطه عطف بی نقش اساسی داشت. مت برنز مدیر کل سیستم‌های اویونیک در جی ایروسپیس اظهار داشت. آمادگی ستون فقرات دیجیتال عامل تعیین کننده کند در پیشبرد فلرا به فاز توسعه مهندسی و تولید بود. این سیستم که با رویکرد سیستم‌های باز ماژول آر MOSA طراحی شده، امکان یکپارچگی سیستم‌های ماموریتی جدید، به‌روزرسانی رو ذریع نرم افزاری و قابلیت‌های نوظهور را بدون وابستگی صرف به سازنده اصلی فراهم می‌کند. این رویکرد انعطاف پذیری و طول عمر هواپیما را افزایش می‌دهد. دانیکا واتسون مدیر کل بالابر عمودی آینده در جی ایروسپیس بر تاثیر آن تاکید کرد و گفت این معماری امکان اصلاحات انطباق پذیر در سیستم‌های هواپیما را فراهم می‌کند که با چشمانداز ارتش برای برنامه‌های بالابر عمودی آینده همراست است. این سیستم همچنین از شبکه‌سازی حساس به زمان TSN استفاده می‌کند که ارتباط پرسرعت در زمان واقعی بین شبکه‌های داخلی و خارجی فرماندهی را تسهیل می‌کند که برای رویکرد عملیاتی داده‌محور ارتش حیاتی است. جی ایروسپیس همچنین مسئول یکپارچه‌سازی سیستم آگاهی سلامت در فلرا است. این فناوری نگهداری پیشبینانه که از تجربه گسترده در هوانوردی تجاری و نظامی بهره می‌برد، به صورت مداوم سیستم‌های هواپیما را نظارت می‌کند و خرابی‌های احتمالی را قبل از وقوع شناسایی می‌کند. این رویکرد پیش‌فعال آمادگی ماموریت را افزایش می‌دهد و در عین حال هزینه‌های نگهداری را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. سیستم‌های سلامت پیشبینانه مشابه قبلاً صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد کرده و کارایی عملیاتی را در ناوگان‌های مختلف هواپیما بهبود بخشیدند. برنامه فلرا چیزی بیش از جایگزینی هواپیما است. آن نشانه‌ای از تحول در نحوه اجرای عملیات آینده ارتش آمریکا است. با سرعت، برد گسترده، بقا و انطباق پذیری در هسته خود، فلرا امکان استقرار سریع نیروها و تجهیزات را فراهم می‌کند
و تضمین می‌کند که نیروهای آمریکایی مزیت استراتژیک خود را در جنگ مدرن حفظ کنند. علاوه بر این، فلرا عنصر بنیادی اکوسیستم بالابر عمودی آینده است که شامل برنامه‌های مکمل مانند هواپیمای شناسایی تهاجمی آینده و سیستم‌های هوایی بدون سرنشین است که همگی برای میدان نبرد آینده به صورت هم‌اسا کار می‌کنند. با پیشرفت جی ایروسپیس و بل تکسترون در فاز EMD، ارتش آمریکا به استقرار یک پلتفرم بالابر عمودی انقلابی نزدیکتر می‌شود. برنامه فلرا قرار است توانمردی نظامی را بازتعریف کند و تضمین کند که نیروهای آینده برای دهه‌های آینده چابک مجهز و از نظر فناوری برتر باقی بمانند. جی ایروسپیس با تجربه چندین دهه در توسعه فناوری‌های هوانوردی نقش کلیدی در اطمینان از موفقیت برنامه فلرا ایفا می‌کند. همکاری نزدیک با بل تکسترون و ارتش آمریکا تضمین می‌کند که خط تیر 280 و الر نه تنها نیازهای کنونی بلکه چالش‌های آینده را نیز برآورده کند. دوبله وزیر نویس فارسی اختصاصی از کانال تحلیلی تخصصی نظامی تامکت مدیا.